الو سلام، خسته نباشید. ببخشید من میخواستم، یعنی سوالای شرعی زیادی دارم چون تازه با دین شما آشنا شدم. از طریق ماهواره من رسالت حق رو دنبال کردم و اطلاعاتی رو بالاخره کسب کردم و چیزایی که شنیدم فهمیدم که تمام عمر رو به بیهودگی گذروندیم و خلاصه اصلا حتی نماز خوندنمون، روزه گرفتنمون، همه چیزمون دروغ بوده. حالا من از شما خواهش میکنم یه راهنمایی به من داشته باشید برای کسانی که تازه به این دین آشنایی پیدا میکنن، چون ما میخوایم مثلا سوالای شرعی زیادی داریم ولی تو ایران نمیتونیم پیدا کنیم. من الان از یکی از شهرستان‌های استان اصفهان زنگ میزنم، به خاطر همین اصلا نمیشه، مصری هستم. اصلا به هیچ عنوان ما نمیتونیم سوال شرعی دینی که الان باهاش آشنا شدیم و واقعا هم تمام چیزاش با عقل جور در میاد تا این شیعه‌ای که ما بودیم. به خاطر همین ما حتی چیزای اولیه، حتی نماز خوندن، حتی وضو گرفتن، هیچی رو بلد نیستیم، اطلاعی نداریم. خیلی جزئی خواهش میکنم تمام مسائل شرعی رو اون از ریزکاری‌ها تا بیاد یه ذره بزرگتر توی برنامه یا یه چیزی برای ما بگیر، برای کسایی که تازه پیدا میکنن این دینو و تازه میخوام بهش بپیوندن تا آشنایی کامل پیدا بکنم. خیلی هم خواهش میکنم کمکمون کنید چون اینجا هیچ اطلاعی ما نداریم. اگه هم بریم دنبالش فقط کشته میشیم همین دیگه. خواهش میکنم در برنامه‌تون از حتی یه وضو گرفتن ساده شروع کنید تا مسائل شرعی بهتر تا ما بتونیم دنبال کنیم، لااقل بتونیم چیزای اولیه دینمون رو پیدا کنیم، حالا تا بعداً که بتونیم چیزای بزرگتر رو انشالله به امید خدا و کمک شما بتونیم پیدا کنیم. دستتونم در نکنه. خیلی ممنون.